بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. سخن ما مدام درباره خلیل است، درباره ابراهیم علیه السلام، درباره پدر پیامبران، درباره این نبی و رسولی که خداوند او را دوست خود گرفته بود. دوستی عالی ترین درجه است در محبت. همگی میدانیم که در برنامه گذشته وقتا که سخن درباره ابراهیم خلیل میرفت، خداوند آنها را امر کرد تا خانه بسازند با همراهی پسری که ابراهیم علیه السلام سالیان دراز منتظر آمدنش بود، یک عمر طولانی. همین پسر را وقتا که خداوند او را امر کرد ذبحش کند، وقتا که در امتحان پیروز شدند، خداوند آنها را نجات داد. همین پسر وقتا که کلان شد، ابراهیم علیه السلام با او گفت که خداوند ما را امر کرده است اینکه خانه بسازیم، آیا کمکم میکنی؟ او را کمک کرد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنگامی که خانه به پررگی ساخته شد، خداوند ابراهیم علیه السلام را به کار امر کرد. گفت ای ابراهیم دعوت کن. گفت به چی دعوت کنم ای خدا؟ گفت مردم را به ادای حج دعوت کن. دعوت کن حجمه مردم تو را میشنوند و در این خانه حج میکنند، زیارت میکنند این خانه را. گفت ای پروردگار من، کی مرا میشنود؟ چگونه صدایم به تمام بشر میرسد؟ خدای ذوالجلال گفت ای ابراهیم تو ندا کن، رسانیدنش بر ماست. ما صدای تو را به مردم میرسانیم، فقط تو صدا کن ای ابراهیم. ابراهیم خلیل به بلندی کوه برآمد، سپس ندا کرد و گفت ای مردم خداوند بر شما حج را فرض گردانیست، پس حج بکنید. ابن عباس رضی الله عنه میگوید خداوند این ندا را بر تمام مردم و آنچه میان زمین و آسمان است شنوانید، بلکه به تمام نطفه هایی در پشت پدرانشان بوده شنوانید، حتی تا امروز ندای ابراهیم خلیل شنیده می شود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. مردم با پای پیاده می آیند، قدم زنان می آیند. وعلى كل ضامر، سوار بر حیوانهای چابک می آیند، به اسبها، اشترها و به هر چیزی که سوار شده به مقصد خانه خدا می آیند. ای ابراهیم ندا کن و اجابت از جانب الله ذوالجلال است. خداوند دلهای مردم را به سوی این خانه هدایت می کند. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. تا امروز مردم به ندای ابراهیم علیه السلام جواب میگویند. تا امروز مردم از امریکا، از جنوب افریقا، از استرالیا، از روسیه و از تمام گوشه زمین این خانه را زیارت می آیند و میگویند يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. همین مردم که پیروی از دین حنیف میکنند، از دین ابراهیم خلیل علیه السلام میکنند، خانه خدا را زیارت آمده گرد خانه 7 مراتب دور میزنند، بین صفا و مروه سعی میکنند، مادر اسماعیل علیه السلام را به یاد میآورند. آنها رمی جمار میکنند، ابراهیم خلیل را به یاد میآورند. آنها هدیه ها و قربانی ها میکنند، ابراهیم علیه السلام را به یاد میآورند که چگونه این رکن ها را به جا می آورد و مردم از او پیروی میکردند. این ابراهیم خلیل است
که خانه را ساخت و مردم را ندا کرد و مردم تا این زمان زیارت خانه خدا را میکنند. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. ابراهیم الخلیل ابراهیم خلیل علیه السلام بین فلسطین و مکه رفت و آمد میکرد. در فلسطین زنش سارا و پسرش اسحاق و در مکه باشد هاجر و پسرش اسماعیل علیه السلام زندگی میکرد. در بین این دو شهر رفت و آمد میکرد. ابراهیم خلیل علیه السلام زنها و پسرانشان را خوب نگاه و بین میکرد. او عادلترین مردمان بود. روزی از روزها از خداوند یک طلبی کرد. خواسته او خواسته عجیبی بود. گفت خدایا، ابراهیم را خداوند دوستی خود گرفته بود. گفت خدایا به من نشان ده که چگونه مرده را زنده میکنی. از خداوند نپرسید که آیا تو مرده را زنده میکنی یا نه، زیرا او به این ایمان داشت، لیکن میخواست چگونگی آن را ببیند. همه ما ایمان داریم به این. همه مؤمنان ایمان دارند که خدای ذوالجلال مرده را زنده میکند و این نبی از انبیای الله است. نه تنها نبی بلکه دوستی خدا بود، لیکن او از پروردگارش خواست تا این کار را به چشمانش ببیند. قال رب ارنی کیف تحیی الموتى. و خداوند ابراهیم خلیل را جواب گردانید. قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی. بله ای پروردگار من ایمان دارم و اقرار می شوم به این چیز، لیکن می خواهم ببینم که چگونه مرده را زنده می کنی. و این همان چیزی است که ابراهیم علیه السلام از سبب زیادشوی ایمان خواسته بود، تا دلش آرام شود. او ایمان دارد ولیکن دلش آرام گیرد. علم درجه ها دارد، ایمان نیز درجه ها دارد و ابراهیم خلیل علیه السلام می خواست بالاترین درجه ایمان را داشته باشد. خداوند به او کاری را نشان داد. گفت ای ابراهیم علیه السلام، 4 تا پرنده بیار. 4 پرنده بیار و آنها را ذبح کن. وقتا که آنها را ذبح کردی، آنها را با قسمت ها جدا کن. به 2 پا، منقار، پوست ها، گوشت ها، گوشت پاره ها، همه اشان را پاره کن. سپس آن 4 پرنده را با همدیگر آمیخته کن. شما تصور کنید 4 پرنده کشته می شوند، سپس پاره پاره می شوند و بعد با همدیگر آمیخته می شوند. چگونه به اصل خود باز می گردند؟ چگونه به هم می شوند دوباره؟ اگرچند هم زنده نشوند، اگرچند هم روح نداشته باشند، یا اهل زمین همه جمع شوند، آیا می توانند آنها را به اصلهای خود برگردانند؟ خداوند بیشتر از این گفت. ای ابراهیم علیه السلام، آیا آن کوه ها را می بینی؟ آیا آن کوه های دور را می بینی؟ و این کوه های دورتر را و آن کوه دورتر را می بینی؟ اعضاهای آمیخته شده را بگیر، خونها، گوشت پاره ها، پای ها، استخوان ها، همه را بعد اینکه آنها را آمیخته کردی از آن بگیر و به بالای آن کوه ها بگذار. ابراهیم خلیل علیه السلام 4 پرنده را ذبح می کند، سپس آنها را پاره پاره می کند، سپس آنها را به هم آمیخته می کند. در آنها جان نمی ماند، بلکه جسدهایشان نابود می شود. جسدهای آنها را به هم آمیخته شدند. سپس به سوی کوههای دور رفت و در سری هر کوه یک جزء از پرنده ها را گذاشت و این کوه یک جزء از این پرنده را گذاشت و بر آن کوه جزء دیگر را گذاشت. سپس الله ذوالجلال با او گفت ندا کن ای ابراهیم، این پرندگان را ندا کن. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. آنها را پاره کن، آنها را ریزه ریزه کن، سپس آنها را به هم بیامیز. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. و این کوه بر آن کوه
بر این کوه دیگر ابراهیم علیه السلام آنها را گذاشت. سپس خدای ذوالجلال با او گفت: ثم ادعهن. ابراهیم خلیل علیه السلام به این کوه ها ندا میکرد. آن پرنده های مرده را صدا میزد که آنها پاره پاره شده و جسمهایشان نابود شده بود. ابراهیم علیه السلام آنها را صدا کرد: ای پرندگان، با فرمان خدای ذوالجلال به سوی من بیایید. این هنگام پشم به سوی اصل اولش برگشت. همین طور پوست نیز به سوی به اصلش برگشت. گوشت ها، پشم ها، نول ها، پای ها، خون ها، اعضای پرندگان به اصل خود جمع شده تا اینکه 4 پرنده شدند و روح به آنها برگردانیده شد. ثم ادعهن یأتینک سعیا. این هنگام آن 4 پرنده در هوا پرواز می کردند و به سوی ابراهیم خلیل می آمدند. آن 4 پرنده با جسمهای سالم و کامل، در آنها روح دمیده شده بود و بال پرواز به آنها برگردانیده شده بود. به سوی کی می آمدند؟ به سوی ابراهیم علیه السلام. ای خدا، این چه معجزه است که خداوند به ابراهیم علیه السلام نشان داد. ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. اینجا بود که دل ابراهیم علیه السلام آرام گرفت، با وجودی که ایمان داشت به اینکه الله ذوالجلال مرده را زنده می کند. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ابراهیم خلیل مدام در روی زمین دعوت به سوی خدا میکرد. در فلسطین دعوتش پابرجا بود. در مکه می آمد و مردم را به سوی خدا دعوت میکرد. در همان قبیله عربی که آنها زندگی میکردند، دین خدا را به آنها یاد میداد. یکتاپرستی خدا را تعلیمشان میکرد تا اینکه به سن پیرانسالی رسید و لحظه های